همه میگن بدن با ورزش تغییر میکنه. توی این ویدیو میخوام بهت بگم توی 1 سال با ورزش منظم چه اتفاقی برای بدن و مغزت میفته. سلام، من محبوبم، مربی بدنسازی، فیتنس و ورزش سالمندان. تو هفته‌های اول بدن در حال یادگیریه. سیستم عصبی ارتباطش با عضلات قوی‌تر میشه و همین باعث میشه که حرکاتت رو بهتر و هماهنگ‌تر انجام بدی. بعد از 3 ماه تمرین مداوم، عضلاتت بیدار میشن، قدرتت بالاتر میره و چربی‌ها شروع میکنن به کم شدن. توی یه مطالعه کسایی که 4 ماه به طور منظم ورزش کردن هم خوابشون بهتر شده، هم استرسشون کمتر. یعنی بدنت داره رسما بهت پاداش میده. بعد از 6 ماه ورزش منظم قلبت قوی‌تر کار میکنه و استرست کمتر میشه، چون ورزش باعث میشه که سطح هورمون کورتیزول توی بدنت پایین بیاد. بعد از 12 ماه تمرین مقاومتی و هوازی، سیستم ایمنی قوی‌تر میشه، ریکاوری سریعتر و فرم بدنت حسابی فرق کرده. تحقیقات جدید نشون میده ورزش طولانی مدت باعث بهبود عملکرد ذهنی و حافظه میشه. پس ورزش رو شروع کن، حتی شده با 10 دقیقه و خودت میبینی که بدنت چجوری تشکرش رو بهت نشون میده.